امام قرطبی رحمه الله در تفسیر خود آورده است. مرد از امام حسن بصری رحمه الله پرسید که ای ابو سعید، آیا تو مؤمن هستی؟ شما به صبر و حلم و اخلاق این بزرگوار بنگرید که در پاسخ چی می‌فرماید. امام حسن بصری رحمه الله در جواب فرمودند: ایمان دو نوع است. اگر از ایمان به خداوند و فرشتگانش و کتابها و پیامبرانش و از بهشت و جهنم و قیامت و حساب از من میپرسی، در این صورت من مؤمن هستم و به همه اینها ایمان دارم. اما اگر در مورد این کلام خداوند متعال از من میپرسی که میفرماید استعیذ بالله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون، یعنی مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهایشان هراسان می گردد و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می شود بر ایمانشان می افزاید و بر پروردگار خود توکل می کنند. اگر مرا از صفات مؤمنان در این آیت می پرسی، با خدا سوگند نمیدانم که آیا از جمله این گونه مؤمنان هستم یا نه. سبحان الله، اگر امام حسن بصری چنین میگوید پس ما چی بگوییم؟ ای وای بر ما که دعوای مسلمانی میکنیم ولی هیچ یکی از گفتار و کردار ما با گفتار و کردار یک فرد مسلمان واقعی مانندی ندارد. خدایا ما را هدایت فرما و توفیق عمل کردن به قرآن و سنت را نصیب و روزی بفرما. و السلام علی من اتبع الهدى. دشمنان ما همیشه در رصدگاه و کمین تا که بستانند از ما سنت و قرآن و دین. ره رو به راه محمد باش و اصحاب کرام، باد بر آنها دروده بی عدد هر صبح و شام. ره رو به راه هدایت، راه بوبکر و عمر، راه عثمان و علی و راه نجات از سقر. ره رو به راه زیایی، شیر مرد راه دین، اسوه اخلاص و همت، اسوه علم و یقین.